دارم خدمت همتون. امروز اول ماه دسامبر 2015 برای چندمین باره که چهارمین بار الان اومدیم اینجا که سر بزنیم به این خانواده ایرانی که قبلا دیده بودیم. 2 هفته بوده اونا اینجا بودن. 2 هفته قبلا ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، من از بیمارستان اومدم به خاطر دیسک کمرم که داشتم. بعد بریم بهشون سر بزنیم ببینیم حالشون چطوره. این خانواده بچه ما یه مقداری لوازم واسه خانوما واسه بچه‌ها اینا آوردیم بهشون دادیم. حالا بریم ببینیم که چه دوره استفاده کردن، چه چیزایی کم دارن، چه کمکی ما میتونیم بهشون بکنیم. با من همراه. امروز که اومدم امروز برای اولین بار داریم میبینیم که واسهشون چیز زدن که اونایی که میخوان برن غذا بگیرن اینجا باید تو صف وای بستن که بتونن برن غذاشون رو بگیرن. چیز جدید مال یونیسف که ببینید چرا از اول تو که دیگه اینجا رفتید نمیدونید چقدر کثافت اینجا یادتون نمیاد الان اون بهتر نشده؟ بله بهتر شده. این همه آدم یه دقیقه اجازه بدین. الان اومدم سر بزنم بعد این دفعه 4می که میام اینجا پیش این خانواده ها و این بچه ها. اینا میگن هیچ امنیتی ندارن و پلیس هم هیچ کمکی بهشون نمیکنه. میگن که حتی میگن افراد مغربی که خودشون میگن از کشورهای دیگه هستن که بهتر میدونیم مغرب کجاست و از چه کشورهایی اومدن، بهشون با قمه اینه که من ازتون خواهش میکنم با خودشون بهتر بگن. آقا شما بفرمایید یکم جلوتر بگو اینا چی شب اینجا دعوا شد. مغربی‌ها اومدن پیرناشون رو اینجا نگاه کن بگو. پیرناشون رو باز کردن، توی پیرناشون شمشیر در آوردن. اینجا زن و بچه ایرانی زیاده، همه امنیت میخوان. ما به پلیس اینجا هم رفتیم گزارش کردیم که اینجا جنجال دعوای مرافعه است بین مغربی‌ها با شمشیر قمه. با این شمشیر اصیلی ترتیب اثری رو ندادن، هی به ما میگفتن گاو. حالا خانم شما بگو شما چی دیدی از این ندید؟ چیزی میگن قمه و چاقو و این چیز. ما اصلا نمیتونیم از چادرمون بیایم بیرون. یعنی اگر یه مرد همراهمون نباشه جرئت نمیکنیم از این چادر بیایم بیرون بریم یه دستشویی تا دستشویی برگردیم. برای اینکه انقدر مغربی پر شده میخوان ازمون پول، خدا نکنه بفهمم پول همراهمونه، خدا نکنه گوشی دستمون این خانم خیلی اوضاعمون خراب شده، اصلا هیچ رسیدگی اینجا ندارن. نه این خانم گفتی که شما رفتی که یکی بود میزد میگفت بچه‌مو بردم دستشویی لب شیر آب دیدم یه آقای چاقو رو گذاشته زیر گلوی یه آقای دیگه هی بهش میگه که بگو من اشتباه کردم، امنیت ندارم، نمیتونم بچه‌مو ببرن دستشویی، نمیتونم غذا جیره بندی شده، آب قطع میکنن، آبو میخوایم میگم برین از شیر آب بخورین، شیر آبم قطع میکنن. الان ناهار بیسکویت میدم با آب. مغربی‌ها می‌ریزن قطع میکنن. مغربی‌ها همش اونجا. من الان اینجا مسئول شب بچه‌م نه ناهار خورده نه خودم گشنم، پولم ندارم، چیکار کنم؟ خیلی که از کی بخوام؟ تکلیفمو مشخص کنین، یا اینجا بمیرم یا نجاتم بدید، چیکار کنم؟ واسه تا بچه زن تنها. بله. من خواهش میکنم اینایی که الان با این گروهی که با من هستن از مقدونیه هستن، من الان بنا شدی که بریم پیش پلیس اینجا، پیش رئیس پلیس اینجا و به خاطر مسئله امنیت اینجا باشون صحبت کنیم، چون اولین چیزی که از غذا برای اینا مهمتره امنیتشونه. امنیت اینجا هستش که الان میخوایم بریم باشون صحبت کنیم. شما هم در جریان میگذارم. این خانم میگه که وقتی که برگشته اومده، شما گفتی بردن شما را حمام، ولی گفتی حمامتون سرد بوده، آبش سرد. حمام آب سرد بردن. من 3 تا بچه‌مون خودم مریض شدیم، 3 روزه رفتیم افتادیم زمین. الان هم بعد 15 روز، بعد 2 هفته. بله بعد 10 روز اومدم بردن حموم آب سرد. حموم آب سردشون بود. خیلی ممنون. کشورمون نمیگیم آقا این کی از کجا اومده، باز مصاحبه میکنه. بعد اون نمیفهمه شما ایرانی هستی. حالا خب ایرانی هستی، انسانی اومدی اینجا، بعد ازتون سوال میکنه مسئله چیه اومدی اینجا، باید کیس داشته باشی، مسئله داشته باشی. تا اونجا اونم
باید 6 ماه 1 سال وایسی تا بازم اونجا برنامه تو جواب تو بهت بده بیرون. اینه که این مسائل رو داریم. حالا برای اونایی میگم که زن و بچه دارن اینجا، بچه 6 ماهه دارن، بچه 1 ساله دارن، اینا خودشون آدم نمیتونه بگه آقا هر کسی مسئله داشته که اومده، یه مسئله داشته که پا شده اومده. الان میگم باید بریم باید بهتون بلگه میده اینا که چند نفر رفتن، ولی بخواین اینجا باشید زندگی کنید جای دیگه کسی اونم خدا رو شکر حداقل دارن جواب بهتون میده دیگه، بلگه بهتون بده چه برید تو صفاتی تا یه روزی هم بیام بهتون میگم اونایی که الان دارن روشون بمب میریزن و نمیدونم مال سازمان اتحادیه اروپا به ما داد. درسته؟ زمانی که خود آلمان گفت مرزها رو باز کنید تا من میخوام مرز اوکی. دقیقاً. حالا هنوز تموم نشده. حالا کاری ندارم. اتحادیه اروپا که این حرفو زده، آیا سازمان بین الملل میتونه اعتراض کنه چرا سختی داری میدی به مهاجرایی که حرف زدی بهشون؟ دقیقاً حرف درست، ولی کسایی که بتونن بهش جواب بدن. امروزه هیچ کی جواب نمیده. همه حرفایی که شما میزنید. یه سوال دیگه ازتون دارم. شما که ایرانی هستید بیشتر از ما حداقل با رسانه‌های دنیایی، چرا؟ چون من تهش بتونم از اینترنت گوشیم یه اطلاعات بگیرم از BBC یا از میشه که واقعا، ولی شما اطلاعاتتون کامپیوتر سیستم همه چیز در دستتونه. تا اونجایی که راهنمایی اینترنتی، اخباری و کلا شبکه‌های اجتماعی دارید دنبال میکنید، من فقط از شما سوال دارم، آیا حرفی زده شده برای باز شدن این راه؟ آیا راهی هست برای گشودن این مرز به هدفهای ما؟ یک بجنگید. شما یه ایرانی هستید. یه مسئله یه مشکل بزرگترین مشکل شما اینجا میدونید که اینه که شما تلویزیون اینجا ندارید. دقیقاً. اگه شما یه تلویزیون اینجا داشتین، اخبار رو میگرفتین، میدیدین، اخبار رو میگرفتین، تمام اینا رو بخواد سختی بکشه، تمام اینا رو که داره فیلم میگیره. شما وقتی که شب بریم ببینید اینجا تو تلویزیون مهمه اینجا و مخصوصا تلویزیون مردونه و همین مال روزنامه‌های این قسمت مردونه تمام اینا رو پخش می‌کنه. تمام اینا رو هزار تا خارجی کردن، شما تنها که نیستید. بعد تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا اونجایی که میدونم دارم بهتون میگم، مرز فعلا باز نمی‌کنه. اصلا باز نمی‌کنه. اینجا 2 کیلومتر 2 کیلومتر بود که به اصطلاح سیم خاردار بود، مال این چیز مال اسکوپیا مقدونیه. الان کردنش 40 کیلومتر. تا دورش هم ورداشتن سیم خاردار زدن. 3 میلیارد دلار هم دادن به ترکیه. گفتن این پول مال تمام جوابگوی تمام این خارجیایی هستین، این پناهندهایی هستین که میخوان بیان اونجا. تمام دارن جوابگو نیستن، میگن جواب چیز اومده باید اینا برگردن. اونایی که سوریه 600,000 تا عرب و سوری و فلان اینا رفتن 2-3,000 تا. اصلا آقا داعش از کجا میاد؟ از ایران میاد. چرا یه دونه داعش از ایران نمیاد؟ یه داعش ما از ایران نداریم. داعش از دل سوریه داره میاد بیرون. اصلا سوری که داره میاد، سوری که داره میاد خودش داعشه. از کجا بدونیم؟ لابلای همین سوریه که داره میره داعش نمیره. رفته قبلا خودشون هم میدونن. دقیقاً افغانی‌ها طالبانو دارن، طالبانی که سنی و شیعه میکنه، طالبانی که آقا سر میبره. ولی من ایرانی که اصلا تا به امروز دلم نمیاد یه آدمو زخمشو ببینم بعد بیام سر ببرم. اینا خودشون دارن داعشون، طالبانو تو کشورشون راه میدن. بعد ما این که آقا به من چه که حالا هر اتفاقی افتاده ایرانی رفته، مگه من رفتم؟ بیان آقا من اصلا اگه نمیخواستم جزء داعش باشم اثر انگشت نمیدم. الان 2 روز 3 روز بچه‌م مریض، هر شب تا صبح بالا میاره. با چی بشه؟ اینا با چی بشن؟ تکلیف اینا چیه؟ من این دفعه 4م میام اینجا. خدا شاهده، همون با بچهای کوچیک، بچهای تمام اینا را هم با توی روزنامه اقنومیه، اسم روزنامهش اقنومی تیوی مال مکدونیانه، تو کل اخبار اینجا، تو تمام اینا کاری نمیکنم. نمیدونم چرا. نمیدونم. اون فعال ایران پیش ما داشتیم. من ترکیه یوان بودم اونجا، حقوقی نداشتم، نه اجازه کار داشتم، همه میگن برگردن، خونه‌ای به من میدادن، نه پولی به من میدادن.
نه هیچ چیز دیگه. اینجا هم اومدم فلا نسبت هزار ولا نسبت بقیه ما رو مثل حیوان کردن توی چادرهای از سرما. فقط هر کی جای خواب گیرش میاد دیگه هیچ حرفی نمیزنه. سر شارژ گوشی اینجا دعوا میشه، سر غذا دعوا میشه، سر جای خواب دعوا میشه. خب حقوق، اگه این حقوق، من که تو ایران حقوق بشر نداشتم، ترکیه 1 سال زندگی کردم اونجا هم حقوقی نداشتم، اینجا هم که اروپا حقوقی نیست، فقط اسمش هست، هیچ چیز دیگه ایش نیست. این یعنی که من حاضرم برم واسه اونجا تیر بخورم بمیرم بقیه رد شن. کی جوابگوه اینه؟ من حاضرم برم تیر بخورم. این حاضر بره تیر بخورم. آقا به خدا بابا من یکی تیر بخورم آقا راه باز بشه بدونم یه کار خوبی برای هموطنام کردم اینجا. با بسته جا اومدیم 13 روز به خدا اگه اونی که اون بالا وایساده داره راه رو میبنده و وا میکنه و اتحادیه اروپا دستشون رو نمیدونم همون سردم داره که اونجا نشستن برای خودشون دستیر میدن. آیا پر دوشک پر قونه میخوابن؟ بعد نمیدونن آیا مرد ایرانی یا زن ایرانی یا بچه ایرانی اینجا مریض دیشب تب و لرز کرده زن اینجا تشنج کرده بابا با چیز براکات بردنه. One Sunday. Evet. Kamerada da dur abi. Hadi dekşi. Ses polisine de dekşi. Ve kamera. Habla con mis que